حاجی آقا کجایی شما؟ آب نیست، قطعی شده، آب و جیره بندی کردن، ملت میخوان افتشاش کنن. آب نیست؟ پس اینا چیه؟ دوغه؟ چه آبیه من؟ برای شما بله، اما ملت آب ندارن. الان که اوضاع خطری بشه بیا یه روزه خطبه چیزی بخونی. ای بابا اگه گذاشتی ما یک کم خدمت کنیم، یک کم عبادت کنیم. برو بریم ببینیم چه خبره. من شنیدم یه عده میگن چرا آب قطع شده، چرا جیره بندی شده. اینقدر آب نکنید، آب از ابزارهای شیطانه. حاج آقا تا دیروز که آب مایه حیات بود، الان شد ابزار شیطان. ساکت شو، فضولیش به تو نیومده. معلوم آب در تو نفوذ کرده. فرمان مقام عظما رو زیر سوال نبر. این بی‌آبی‌ها به خاطر بدحجابیه. حاج آقا تو برزیل بچه ها اینقدر آب هست؟ اونا ولی فتوی ندارن، همه چیشون آبکیه. هر جا آب هست همونجا یه فتنه‌ای هست. مقام عظما اصلا دیدید آب استفاده کنه؟ اصلا احساس تشنگی هم از تبلیغات رسانه‌های استکباری و فضای مجازیه. مراقب جوانها و بچه‌هاتون باشید، یه وقت آب نخوان. حالا همه با هم شعار بدید وضع نظام خرابه، لعنت به هر چی آبه. وضع نظام خرابه، لعنت به هر چی آبه. وضع نظام خرابه، لعنت به هر چی آبه. خب اینم از این. حالا برسیم به خدمت به مردم و عبادت خالصانه.